سلام، حالتون چطوره؟ چقدر دلم براتون تنگ شده بود. خیلی وقت بود اینجوری فیس تو فیس نبودیم ها. جونم براتون بگه که من امروز اومدم یکی از خاطره های یکی دو روز پیشم رو براتون تعریف کنم که برای مو رنگ کردن من بود. من تصمیم رنگ کردن موهامو برای عید امسال از خیلی وقت پیش گرفته بودم. خب یعنی خیلی وقت بود که میخواستم این حرکت رو قطعا انجام بدم. بعد اینطوری بودم که هی برم نرم، پیش کی برم، 4 جا قیمت کن ببین کی مناسب تر داره میگیره، با 4 نفر حرف بزن ببین اصلا رنگی که دلت میخواد در میاد در نمیاد. یکی از دوستای قدیمی میاد به هم میگه چی؟ میگه کیمیا من حرفم رو عوض کردم، مثلا قبلا تو کار ماشین بوده طرف، بعد الان اومده رفته تو کار رنگ و لاینای زیبایی و این داستانا. الان داشتم ویدیو میگرفتم، مدیرم زنگ زد، داشت میگفتش که دارم از اونجا میرم و اینا، خدافظی این داستانا. چه انرژی خوبی بهم داد. چی داشتم میگفتم؟ آقا خلاصه جونم براتون بگی که این گفت من میخوام تمرین بکنم، یعنی یه نفر رو میخوام که موهاش کوتاه باشه، من خیلی یعنی درگیر داستان بلندی و کوتاهی مو نشم، همزمانم آدمی باشه که باهاش اوکی باشم، چون محیط آرایشگاهی یکم حالا اینجوریه که حالا آدماش یه ذره عجیب غریبن این داستانا. توتو میگه به من توجه کن. بذاریم برای توتو تعریف کنم حسودی نکنه. ما پا شدیم رفتیم پیش این دوستمون با کمال میل و خوشحالی و این داستانا. خوشحالم که حرفتو عوض کردی و موفق باشی و پس فردا بخوای مهاجرت کنی خیلی اتفاقای خوبی برات میفته و این مسائل. قبلش هم من از آرایشگاه اومده بودم، موها رو کپ داده بودم، کوتاه کرده بودم. بعد مثلا کلی برگشتم گفتم وای چقدر مدل موهات قشنگه، کدوم آرایشگاه کوتاه کردی؟ وای خواهر چنگ گرفته ازت کوتاه کردی، خاله زنک بازیه. دختر پسر سرتو درد نیارم، ما شروع کردیم رنگ کردن کله رو. منم حجم موهامو نگاه کن چقدر کمه، خدا وکیلی، یعنی اصلا هیچی نداره موهای من، اصلا مو نیست. 4 تا دونه شیویده این شکلی بهت بگم. رو کردیم تمام دکلورو و این داستانا. من دیدم بعد یه تایمی سرم داره آتیش میگیره، یعنی یه جوری داره آتیش میگیره که گریه میکردم. به دوستم گفتم که حالا خانم ایکس من خیلی دارم اذیت میشم و داره میسوزه ها. خب این بچه هم بار اولش بود دیگه، حرفه‌ای نبود که، داشت تمرین میکرد رو کله من. رفت استادش رو صدا کرد، گفتش که مثلا این دوستم داره میگه که میسوزه و اینا. اونم اومد یه همجوری نگاه سرسری کرد و گفت نه چیزی نیست، خوبه، داره رنگ باز میکنه، داره به همون رنگی که خیلی هممون دوست داریم میرسه. گفتم خب کارشو بلده دیگه، منم اعتماد کرده بودم. کارمون تموم شد و رفتیم برای شستشوی قبل رنگساژ، یعنی تمام دکلوره شده بود. دیدم تمام سر من تاول زده، تاولا ترکیده، تخلیه شده اون حالا مایعی که داخل تاول هست و به خاطر همین بوده من داشتم جزغاله می شدم. تاولا رو که با چشم دیدم اعصابم به هم ریخت. دیدم سر و انگار مثلا تیغ زدی این باز شده، بعد نه یه جا 2 جا، یه جا اینجا، 2 جا، 3 جا، 4 جا، 5 جا، یعنی قشنگ سر من شرح شده بود. وضعشه چرا من اینجوری شدم؟ آرایشگرا همینجور مواقع حالا کاری به همشون ندارم. این دوستانمون گردنگیر کاملا خراب که آره اولین بارت بود دکلوره میکردی، ای وای چرا به ما نگفته بودی، تو حساسیت داری، تو آلرژی داری. گفتم آخه پدر آمرز دیده، اگر بحث آلرژی باشه که اصلا بدن یه واکنش دیگه نشون میده، این بحث اینه که سوخته، بحث اینه که پوست حالا نازکه. آره ببین من انقدر پوست بدنم نازکه که یه وقتایی مثلا رگا رو از اینجاها میبینی، یا مثلا پوست دستام سری در مواجهه با یه چیز داغ یا هر چیزی زودی واکنش به من نشون میده. اما دیگه آلرژی با سوختگی رو کورم میتونه تشخیص بده. موهای منم توی مرحله که حالا به پای رسیده بود
تو حالتی بود که نمیشد رهاش کرد. اون زرد و نارنجی عقدی رو قشنگ به وضوح تو مو میدیدی، نمیشد کاریش کرد. یعنی من اینجا حق و کامل به اون عزیزان میدم. و برگشت گفتش که نه خیلی توجه نکن، هیچی نیست، تاول دیگه ترکیده، بذار بریم سراغ مرحله بعدی. گفتم اوکی. بعد 3 نفر بالا سرت بودن، تو قشنگ آچمز بودی، یعنی اصلا نمیتونستی تصمیم بگیری چی کار بکنی. آیا اصلا ادامه بدی، آیا بگی نه با ماشین برات کل موهاتو مثلا با صفر بزنن. میدونی چی میگم؟ اصلا موقعیتی نبود که بتونی به اون صورت تصمیم بگیری، تصمیم درست و بجا. در نتیجه اینا شروع کردن مرحله بعدی رنگ رو سر من گذاشتن. وقتی که رنگ ساژ رو گذاشتن، خب تو این تاولا میرفت دیگه، اون رنگ ساژ هم روشن بود دیگه که شده این دختر پسر. شروع کردم سوختم. یعنی وقتی که سر منو شست و داشت حالا سشوار میگرفت که خوشه، من زیر اون باد سشوار که صدا تولید میکرد و اینا شروع کردم حق حق کردن با صدای بلند. حالا من با اون وضعیت گریه و این داستانا سرمو می آوردم بالا، دوستمو میدیدم که فقط پا به پای من داره گریه نمیکنه، اینقدر حالش بده. بعد آرایشگره رو میدیدم که خوشگل کابل رو گرفته، یعنی اصلا نمیتونست اونو انقدر اونجا توجه بکنه و اینا، به نفعش نبود. اون یکی مدیر سالن رو میدیدم که من میگو تو رو خدا هر کاری بکن فقط گریه نکن، جیگرم داره برات میسوزه. تو اصلا متوجه چی داری میگی؟ گریه نکن چیه؟ من دارم میسوزم. مثلا اینکه دستو بگیری رو آتیش و دیگه بلند نکن، بذار بمونه، بذار اونقدری که میخوایم بسوزه، تازه گریه هم نکن، هر کار میخوای بکنی بکن، گریه نکن. خودم که میدونستم داستان چه خبره، به اون صورت اتفاقی نیفتاده. ترسم از مامان بابام و سینا بود که من به هر حال بعد از 4-5 ساعت آرایشگاه بودن میخوام برم خونه. الان حالا مامانم که یه داستان جدا داریم باهاش هیچی، بابامم که الان میخواد بره اون آرایشگاه رو سر همه خراب کنه هیچی. من به سینا چی بگم؟ اینا هم فقط برگشتن به من گفتن که توی این ترکیدگی و سوختگی یا توی بتامتازون میگیری میزنی، چند روزم به سرت آب نمیزنی که کاملا این زخما خوش بشه و دیگه مثلا یه موقع عفونت نکنه داستان بشه. صورت قرمز و چشمای باد کرده از اونجا اومدم بیرون. یه قرار کاری مهمم داشتم، اسنپ گرفتم که برم. وسط راه حالا اعضای قرار زنگ زدن، اعضای 5+1 زنگ زدن گفتن قرار کنسله. بعد من با اون چشای گریون و حالت بدی خدا رو شکر تو دلم گفتم ولی بازم وقتی که سینا رو دیدم جرئت نکردم کامل بهش بگم چه اتفاقی افتاده. دیگه فهمید، یه اتفاقی افتاد که فهمید سینا. شروع کرد هرس خوردن که مگه میشه، نگاه سر چی شده، چه اتفاقی افتاده، بعد تو هیچی بهشون نگفتی، نذاشتی منم بیام چیزی بگم. آخه واقعا شرایطی بود که نمیشد. یعنی اگه میشد به خدا من خودم یه کاری میکردم. تو از یه طرف دوستته، از یه طرف رفتی که اون یاد بگیره، از یه طرف اونجا داره آموزش میبینه. بعد اگر تو حرف بزنی به اون صورت یا مثلا بخوای کلی بازی در بیاری و داستان و این چیزا، خب بد میشه برای طرف دیگه. منم حقیقت آدمی نیستم که قید آبرو همه چی رو بزنم بگم نه میخوام داد و بیداد کنم. نه من اصلا این تیپ آدما نیستم. خب اینجوری هم نیستم که بگم گور پدر خودم من دهن اونا رو هم سر کف سر خودم سرویس کردم، ولی به روش خودم. سیخ بسوزه نه کباب. در واقع حس میکنم روش من و سینا یه ذره با هم تفاوت داره. من تمام اینجا رو براتون تعریف کردم که برسم به این حالت که اون سیر وقتی احساس سوختگی میکردم و باد داغ سشوار یه وقتایی از نزدیک باعث میشد این احساس سوختگی بیشتر بشه. بعد وقتی که داشت موها رو براشینگ میکرد یه وقتایی اون تیزای برس میخورد به این زخما. خیلی حس بدی بود.
خیلی لحظه سختی بود و یه حالی بود که تو نمیتونستی دیگه بی خیالش بشی. یعنی یا باید موهاتو از ته کوتاه میکردی، قید زیبایی رو میزدی، یا باید تحمل میکردی تا داستان تموم بشه و اتفاقی که میخوای برات بیفته. و من چون انتخابم گزینه دوم بود تحمل کردم. اما زیر دست آرایشگر از یه جایی به بعد که درد انقدر غالب شده بود، سوزش انقدر غالب شده بود که هیچ کاری از دستم بر نمی اومد به جز نفس عمیق کشیدن، به جز شکرگزاری، به جز فکر به این که میتونست اتفاقای بدتری بیفته یا هر چیزی. دلم شروع کرد آتیش گرفتن و سوختن برای کسایی که از طریق سوختگی فوت کردن و من با خودخواهی تمام داشتم فقط خدا رو شکر می‌کردم که اتفاق بدتری نیفتاده. شاید اگه هر کس دیگه ای جای من بود داد و بیداد میکرد، بلند میشد یه ریاکشن دیگه نشون میداد، راه میرفت میگفت نه اصلا میخوام موهامو از ته بزنم. ولی خب کیمیا هیچ کدوم از اون 7 میلیارد 8 میلیارد ریاکشن آدمای دیگر رو نشون نداد. انتخابش این بود که این شکلی به موضوع نگاه کنه و اصلا این شکلی با خودش کنار بیاد. برای هممون کل زندگی پیش اومده از این مدل اتفاق که با همه وجودمون حس کردیم که دلمون نمیخواد تو اون شرایط بمونیم. حالا این مرحله رو بذاریم کنار، یعنی فهمیدن این موضوع، درک کردن این موضوع رو بذاریم کنار که هممون قرار گرفتیم تو این شرایط. بیاین نگاه کنیم ببینیم ریاکشنامون چی بوده، چی کار کردیم. بیاین نگاه کنیم ببینیم تونستیم اون لحظه اون شرایط بد و وحشتناک رو بپذیریم. اوکی کیمیا، تمام سرت داره میسوزه، تمام تاولات خالی شدن و دوباره داره رنگ روش میگیره، دوباره تو باید یه دفعه دیگه تمام اون سوختگی ها رو تحمل کنی. اوکی، الان میخوای چی کار کنی؟ پذیرفتیش؟ حالا که پذیرفتیش ریاکشنت باید چی باشه؟ من یه راهکار براش پیدا کردم. من به این نتیجه رسیدم که توی همچین شرایطی میشه یه سفر درونی رو با تنفس کردن شروع کرد. یعنی فقط به این فکر کنی که میتونی تنفس کنی که به شرایط غلبه کنی، که به سختی و وحشتناک بودن شرایط غلبه کنی. وقتی شروع میکنی تنفس کردن با آرامش، نمیذاری احساسات مثل یه پرده کثیفی که سالها شسته نشده جلوی چشم تو بگیره و نذاره که فکر کنی و نذاره که تصمیم درست بگیری، شروع کنی به تنفس کردن. تنفس کنی، آروم تنفس کنی. دم بازدم. اینه که با تنفس خیلی از سختی ها رو میشه راحت کرد. چندین سال پیش، حالا فالوورای قدیمی پیجم یادشونه، توی بیمارستان که بودم، بستری بودم به خاطر بیماری خونی، 1 هفته بستری بودم. بعد منی که فوبیای سوزن تو نکن دیگه مامان سوزن میترسم، هر روز 3-4 نوبت از من خون میگرفتن. خب یعنی قشنگ آبکش شده بودم. اون موقع هم انگار یه بخشی از زندگی بود، یه مرحله بود که من داشتم این تنفس کردن رو یاد میگرفتم. تو پیپی کردی مامان؟ تو رو من دستشویی کرد. من میرم بشورمش بیام. این سفر درونی که دارم حرفشو باهاتون میزنم سفر خیلی جذابیه، سفر خیلی دوست داشتنیه. وقتیش همینه که وقتی بهش آگاه میشی برات راحت میشه. این اتفاق فقط اینطوریه که با آگاهی به این موضوع میفته. در غیر این صورت اصلا قطار این سفر استارت نمیخوره. حقیقتش رو اگر بخواین، من خیلی از این اتفاقی که برای پوست کف سرم افتاد خرسند و خوشحال شدم. از این ویدیو رو ببینه شب بگه طرف به خدا اسکله که یه چیزی زده اومده جلوی دوربین. برام تجربه شد. حداقلش فهمیدم که من به دکلوره
به تمام دکلوره بدنم واکنش نشون میده. پوست کف سرم چون خیلی نازکه واکنش نشون میده. حتما باید کاری انجام بدم که حالا سوزنی باشه، خطی باشه. حداقل چیزی که متوجه شدم اینه که چقدر سلامتی خوبه. مرسی که نگام کردین. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. من رفتم. فعلا.